فرمود صلی الله علیه و سلم من كانت الدنيا همه، هر کسی دنیا غمش باشد، در فکر دنیا باشد، اول فرق الله شمله، امورش از هم پاشیده می شود، کارش سور نمی گیرد، در کارش هیچ برکت را نمی بیند. دو، و جعل فقره بین عینیه، و فقرش را در بین دو چشمش قرار می دهد، دائم چشمانش گشنه هستند. سه، ولم یأتیه من الدنیا الا ما کتب له، و از دنیا غیر از آنچه که الله نصیبش کرده است و مقدر کرده است چیزی دیگه به او نمیرسد. مانند که اجل در شکم مادر برای من و شما نوشته شده است، رزق و روزی هم مانند اجل و عمر انسان در شکم مادر نوشته شده است. و فرمود صلی الله علیه و سلم ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها، هیچ کسی نمی میرد تا اینکه اجل و رزقش را تکمیل نکند. اما کسانی که هم و غمش فقط آخرت است، فکرش بیشتر به آخرت است، گفتار و رفتارش برای آخرت است، دوستیش به خاطر آخرت است، دشمنیش به خاطر آخرت است، خشم و غضب و خوشنودی و خوشحالیش به خاطر آخرت است، او از دنیایش همان قدر استفاده می کند که در آخرت برایش فایده دارد. برای چنین شخصی در همین دنیا باز هم الله سبحانه و تعالی سه نعمت را می دهد. فرمود صلی الله علیه و سلم من كانت الاخرة همه، هر کسی که غمش آخرت باشد، اولین نعمتی که الله در همین دنیا به او می دهد، جمع الله له شمله، الله امورش را سامان می دهد، تمام امورش را برایش جمع می کند، در قلبش سکون و آرامش می آید، هرچند که از فقیرترین مردم باشد اما چنان سکون و آرامش دارد که اغنیا و سرمایه‌داران و ثروتمندان عصر او ندارند. اما نعمت دوم که الله در همین دنیا می دهد به کسی که هم و غم و فکرش آخرت باشد، فرمود صلی الله علیه و سلم جعل الله غناه فی قلبه، الله غنای و بینیازی او را در قلبش قرار می دهد. عزیزان من، والله این نعمت بسیار بزرگی است. بعضی ها هرچند که به ظاهر به نظر نمی آیند، الله چنان استغنا داده است که مال و منال مردم برای او ارزشی ندارد، دلار مردم برای او ارزشی ندارد، سرمایه مردم برای او ارزشی ندارد. هیچ وقت چشم طمع نمی دوزد به مال همسایه، به این که فلانی چنین و چنان هست، برای او چنین و چنان ارزشی ندارد. الله او را غنی گردانیده است، مستغنی. فرمود صلی الله علیه و سلم ازهد فی ما عند الناس یحبک الناس، آنچه که در نزد مردم است بی‌نیاز باش، مستغنی باش، طمع نکن، چشم ندوز به جیب مردم، تو را مردم دوست خواهند داشت. و ما با چشمان خود دیده ایم والله. آنهای دوست داشتنی بودن، کسانی محبوب بودن، محبوب قلبها بودن که چشمشان در جیب مردم نبود. و اما نعمت سوم که الله در همین دنیا میدهد به کسی که هم و غم و فکرش آخرت باشد، فرمود صلی الله علیه و سلم و اتته الدنیا و هی راغمه، و اتته الدنیا و هی راغمه، دنیا به طرف او خار و ذلیل می آید. شاید بعضی بگویند من خود مستغنی هستم، دستم به کسی دراز نیست، اما چطوری دنیا به دنبال من نمیاد؟ عزیز من، چنانچه که دستای من و شما خالی از دنیاست اما قلبها پر از محبت دنیا است. تو فکر میکنید که بله من خود هیچ مستغنی هستم، دنبال کسی هم نیستم، دنبال دنیا، محبت دنیا، قلب لبریز از محبت دنیا. در نماز ایستاد هستیم، فکر ما در دنیا است، دنیای ما چه قسم می شود، امی آینده اولاد ما چه قسم می شود. فرمود صلی الله علیه و سلم کسی که غمش آخرت باشد، فکرش آخرت باشد، و اتته الدنیا و هی راغمه، دنیا خار و ذلیل می آید به طرفش، دنیا از جایی به طرفش می آید که هیچ کسی گمان هم نمی کند، و این فرموده رسول خدا در تایید این فرموده الله سبحانه و تعالی است که فرمود
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هر کسی که تقوا را پیشه بکند، هر کسی که خود را از خشم الله حفاظت بکند، رزق و روزیش از جایی می آید که گمان هم نمی کند. و یجعل له مخرجا، الله برای او گشایش می آورد و رزق و روزیش را از جایی برای او می آورد که خود هیچ گمانی هم ندارد. وقتی هم و غم و فکرش آخرت باشد، الله سینه اش را از محبت دنیا خالی می کند، الله زبانش را به ذکر و یاد الله مصروف می کند. اما اگر هم و غم و فکرش دنیا باشد، غمش فکرش دوستی و دشمنی، نشست و برخاست، همه فقط برای دنیا باشد، الله او را به خودش مصروف می کند، الله او را به دنیاش مصروف می کند، او را در غمها و مشکلاتش رها می کند. میگه برو بنده ام، برو تو را رها کردم، تو دنبال معبود دیگری رفته اید، تو دنبال کسی دیگری رفته اید غیر از من. به جای محبت الله قلب از محبت دنیا پر شده است. به جای یاد خالق دائم از مخلوق یاد می کند. به جای اینکه بگوید که خالق من چنین و چنان است، اما از مخلوق یاد می کند. مخلوق روزی مرا چنین کرد و چنان کرد، مخلوق کاسبی مرا خراب کرد، مخلوق حالت مرا خراب کرد، مخلوق مرا فریب داد، مخلوق مرا متضرر کرد. به جای اینکه دائم از خالقش یاد بکند، دائم از مخلوقش یاد می کند. و الله سبحانه و تعالی می فرمایند من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. هر کسی کشت دنیا آخرت را می خواهد، ما در کشتش می افزاییم و در محصولاتش می افزاییم. بعد می فرمایند و من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها و ما له فی الاخره من نصیب. اما کسی که از کشت دنیا می خواهد، ما می دهیم از این دنیا برای او. برای کسی که فقط هم و غمش دنیاست و آخرت نیست، ما می دهیم دنیا را برای او، اما در آخرت برای او هیچ سهمی نیست. و الله سبحانه و تعالی برای نبیش می گوید وللآخرة خیر لك من الاولى. پیامبر فقط آخرت برای تو بهتر است. برای چه کسی می گوید؟ برای محمد رسول الله می گوید وللآخرة خیر لك من الاولى. و دائم پیامبر من، محبوب من صلی الله علیه و سلم دعا می کردند و باید ما و شما هم این دعا را هم بکنیم. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا. پروردگار دنیا را بزرگترین هدف و مقصد ما قرار نده. لذا توصیه می کنم که دائم بگوین اللهم اجعل همي الاخره، اللهم اجعل همي الاخره، اللهم اجعل همي الاخره. پروردگار غم مرا غم آخرت بگردان. پیامبر من صلی الله علیه و سلم می گفت اللهم لا عیش الا عیش الاخره. پروردگار عیشی نیست مگر عیش آخرت است. زندگی آخرت است. سبحان الله. عایشه ام المؤمنین مادر من شما می گوید ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم. خانواده رسول الله 2 روز پی هم از نان جو سیر نشدن تا زمانی که محمد رسول الله از دنیا رفتن. حضرت عبدالله بن عمر میگوید روزی از روزها پیامبر را دیدم که ناگهان دست مبارک و شریفش را بر شانه های من ماند. وقتی که رسول الله دست های مبارکش را بر شانه های من ماند، فرمود عبدالله کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل. عبدالله در دنیا چنان باش گویا که یک غریب هستید و یا یک رهگذر هستید.